چطورین بچه ها؟ اسم من نیکشه و خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. امروز اومدیم با پارت دوم مقایسه صدای لایو خواننده‌های ایرانی با صدای رکورد شدهشون رو بدون هیچ معطلی میخوام بریم ویدیو رو ببینیم. یادتون نره چنل منو سابسکرایب کنید، اون زنگوله کنارش رو بزنید و اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک رو بزنید که بزرگ و بزرگتر بشه خانواده‌مون. بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خواننده اولی که میخوایم باهاش شروع کنیم بهنام بانیه. بریم اول صدای رکورد شدهشو بشنویم. همه جور برات تو رو من نمیدم ساده. بهنام از اون دسته آدمایی که صداش خیلی قشنگه. من صداشو دوست دارم. حالا آهنگاشو و سبکشو کاری نرم، صداشو دوست دارم. حالا بریم صدای لایوش گوش بدیم. همون جور که انتظارشو داشتیم بهنام بانی نایس. به نظرم صداش خیلی خوبه و لایوش هم چیزش هم خیلی فرقی نداره. خواننده بعدی که می‌خوایم صدای رکورد شدهش گوش بدیم حامیه. این آهنگ چقدر معروفه، تو دوره خودش انفجار کرد. تو فیلم سام و نرگس هم هست، نمیدونم دیدین یا نه. حالا بریم صدای لایو حامی رو گوش بدیم بچه‌ها. خدای ویبرست دیگه، ویبره زدنو میخوره قشنگ حامی. خواننده بعدی که میخوایم ویدیوی لایوشو و رکورد شدهشو ببینیم کسی نیست جز محسن یگانه. اینجوری بهتون میگم، محسن و من عاشقشم. هر کسی که منو میشناسه میدونه من عاشق محسن یگانه‌ام و فوق العاده است صداش. از نظر من هیچ حرفی توش نیست، از همین الان بهتون بگم. ولی بریم ویدیو رو ببینیم. اول صدای رکورد شده محسن رو گوش بدیم. وای چه آهنگی، مثل هر روز و همیشه هر شب حافظه من با تصویر تو میشه. محسن خیلی صدای محسن رو من دوست دارم. حالا بریم صدای لایو محسن رو گوش بدیم. یاره تو هنوزم مثل هر روز و همیشه هر شب حافظه من با تصویر تو میشه. اصلا حرفی توش نیست، حتی بهتر از رکورد شدهش هم بود به نظرم. نمیدونم نظر شما چیه، تو کامنت ها نظرتون رو بنویسید. نفر بعدی که میخوایم صداشو بشنویم محمد علیزاده است، یکی از خواننده‌های خفن پاپه. به نظر من سبک و صداش و اینا خیلی قشنگه. بریم صدا رکورد شدهشو گوش بدیم اولش. کیه که آهنگای محمد علیزاده رو دوست نداشته باشه یا باهاشون خاطره نداشته باشه؟ اگه کسی هستی که محمد علیزاده رو دوست نداری و باهاش خاطره نداری، حداقل یه بار کامنت ها بنویس بشناسم. بریم صدای لایوش رو گوش بدیم بچه‌ها. بمونی و باهام یه حس تازه تر بسازی. یه عکس خیلی احساسی داره، یه جوری خیلی باحال. دلت نخواست خطر کنی بیای، همش میترسیدی به بازی. این حرکت دستش معروفه. نخواست نگو نشد میشد، اگه میخواستی اما رفتی، با اینکه خستم عاشقم. من خیلی آهنگای محمد علیزاده رو گوش میدادم ولی نمیدونستم چه شکلیه. مال خیلی وقت پیش این قضیه. وقتی اولین بار چهرهش رو دیدم پرام ریخت، چون اصلا توقع نداشتم این چهره باشه. یعنی یه تصویر دیگه ساخته بودم تو ذهنم از صداش. نفر بعدی که می‌خوایم بریم صدای رکورد شدهشو با لایوش مقایسه کنیم مهدی جهانیه که خیلی باهاش خاطره دارین خیلیاتون. تو کافه‌ها و اینور اونور خیلی صداشو شنیدیم و یه تایم ترکونده بود با آهنگش. بریم گوش بدیم صدای رکورد شدهشو. به همین خنده چقدر این آهنگا ترکید، مخصوصا تیکایی که علیش مست میومد، هایپ و فل رد بول و اینجور چیزا. من خودم خیلی خاطره دارم با اینا. حالا بریم صدای لایوشو گوش بدیم. من خودم تا حالا گوش ندادم صدای لایوشو، واقعا میگم. بریم. عادت کردم به خنده زیبات، عادت کردم شما، عادت کردم بارون بودن چشمات، عادت کردم
فرقی نداره. جای علیشمت چقدر خالی بود داخل اون کنسرت، بیاد هایپر ردبول باز کنه. نفر بعدی که میخوایم صداشو بشنویم محسن ابراهیم زاده است. بریم بشنویم صدای رکورد شدهشو. تونه 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 تو آسمونه یه جوری تو میکنه خیلی آهنگش هیت شد که ما رو باز به هم تونه دل. خب حالا بریم صدای لایوش گوش بدیم بچه ها. تو آسمونه جوری میزون میکنه که ما رو باز به هم برسونه دل گرفتاره عشق یاره من نمستم و شبیه صدای رکورد شدهش هست ولی نمیدونم بچه‌ها، اینو میسپارم به شما نظرتون رو تو کامنت ها بنویسید. نفر بعدی که میخوایم ببینیم رضا بهرام، یکی از خواننده هایی که با سبک خفنی که وارد کرد خیلی زود اومد بالا و خیلی زود بولد شد. به نظرم سبکش هم قشنگه، صدای خیلی خفنی هم داره. بریم صدای رکورد شدهش. به دست کی سپردی دیوان رفتی مرا چقدر این موزیک شما دوست دارم، خودم داخل پیجم خوندم. ویدیوشو این بالا میبینید، بزنید برید ببینید. با خود نبردی دیوانه. من خیلی زیاد صدای لایوش رو گوش دادم ولی خب شاید این سری گوش نداده باشم. بریم حالا صدای لایوش. خیلی خفنه، من صداشو دوست دارم، به نظرم خفنه. خب بچه‌ها دمتون گرم که تا آخر این ویدیو با من اومدید. مرسی از همتون. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید. مرسی. و اگه دوست داشتین پارت سومش هم درست کنم حتما تو کامنت ها بنویسید که پارت سومش هم بسازم. دمتون گرم، مواظب خودتون باشید تا یه ویدیو دیگه. فعلا